أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین حدیث 424 امام نووی در سه زیر حدیث 424 این حدیث را آورده است که میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت كنا قعودا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم معنا ابو بکر و عمر رضی الله عنهما فی نفرین. كنا قعودا یعنی بودیم ما نشسته، كنا قعودا بودیم ما نشسته مع رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم، معنا ابو بکر و عمر همراه ما بود ابو بکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه، فی نفرین یعنی چند کسی دیگر هم بود، فی نفرین یعنی چند کسی دیگر هم بود غیری حضرت ابو بکر و غیری حضرت عمر و غیر ابو هریره، چون که ابو هریره میگه من هم بودم در اونجا. خب فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم من بین اظهرنا، پس میگه خیست رسول الله صلی الله علیه و سلم در بینمون یا از بینمون، من بین اظهرنا یعنی از بین ما خیست رسول الله صلی الله علیه و سلم، از بین ما خیست یعنی ترکی این مجلس کرد. فابطا علینا، پس میگه تأخیر کرد بر ما، یعنی رفت شاید حجت خانه رفت یا که شاید که جایی رفت، میگه فابطا علینا پس تأخیر کرد بر ما یعنی دیر کرد نیومد. فخشینا ان یقتطع دوننا، فخشینا پس میگه ما ترسیدیم، فخشینا پس ترسیدیم ما ان یقتطع دوننا یعنی که ان یقتطع یعنی ان یصیبه یعنی که گرفتار شود رسول الله صلی الله علیه و سلم را ضرری، ان یقتطع یعنی گرفتار کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم را ضرری، دوننا یعنی در نبودن ما، ان یقتطع دوننا رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتار به ضرر شود و دوننا که ما در بینش نباشیم. ففزعنا، پس ابو هریره رضی الله عنه میگه ففزعنا پس نگران شدیم به حال رسول الله، پس خواطر حال شدیم. فقمنا پس میگه ما از جامون خستیم. فکنت اول من فزع، پس میگه من بودم اولین کسی که فزع نگران شده بود، یعنی از بین همون کسانی که نگران شدن در بین میگه ابو هریره رضی الله عنه میگه که من بودم. فخرجت ابتغی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس بر اومدم میگه ابتغی یعنی که جستجو میکردم، ابتغی یعنی که طلب میکردم، جستجو میکردم، میگفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را، حتی اتیت حائطا للانصاری تا اینکه آمدم میگه حائطا، حائط اصلا به معنای دیوار است اما اینجا به معنای باغ است، پس آمدم میگه باغی انصاریه، حائطا للانصار یعنی که باغی بود از انصاری میگه، پس نزد همون باغ آمدم. و ذکر الحدیث بطوله، پس ذکر کرد میگه حدیث رو با درازیش با طولانی بودنش، یعنی این قولی که امام نووی است، امام نووی میگه ابو هریره حدیث همش ذکر کرد الی قوله تا اینجا میگه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. گفت میگه رسول الله گفت که اذهب برو، فمن لقيت وراء هذا الحائط پس هر کسی در وا خوردی یعنی با هر کسی وا خوردی، وراء هذا الحائط یعنی در پشت همین باغ، یشهد ان لا اله الا الله گواهی میدهد بر اینکه نیست معبودی بر حق بجز الله، مستیقنا بها قلبه یعنی یقین دارد به همین قلبش، یعنی باوری کامل دارد به همین لا اله الا الله گفتگیش، فبشره بالجنتی پس میگوید وی رو بشارت بده به جنت، پس مژده جنتش بده که اون انسان داخل جنت می شود. رواه مسلمون، این حدیث روایت مسلم هست. خب بعض علما میگن که فبشره بالجنت یعنی پس او را بشارت که صفت اهل جنت را دارد، فهمو
یعنی که اون انسان صفت اهل جنت رو دارد، انشاءالله از اهل جنت است. بعض انسان ها، بعض علما اینطور بیان میکنن این عباره را. خب این بود حدیث 424. حدیث 425 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم تلا قول الله عز وجل فی ابراهیم علیه السلام. میگه هر وینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلا یعنی تلاوت کرد، قرائت کرد، خواند قول الله عز وجل، سخن الله سبحانه و تعالی را فی ابراهیم علیه السلام، در موضوع ابراهیم علیه السلام، یا از قول ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم گفته است که رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی. یعنی چه؟ یعنی ربی، ای بار اله، انهن هر آینه ویها. حضرت ابراهیم میگه که ای بار اله، هر آینه ویها یعنی کیا؟ یعنی بتها، هر آینه بتها اضللن کثیرا من الناس، گمراه کردن بسیاری از مردم را، بسیاری از مردم را بتها گمراه کردند. فمن تبعنی، پس هر کسی که پیروی کرد مرا، فانه منی، پس هر آینه همون انسانی که مرا پیروی کردگی است، منی یعنی از من است. خب این قول ابراهیم علیه السلام. و قول عیسی علیه السلام، و همچنین سخن عیسی علیه السلام را هم میگه تلاوت کرد که ان تعذبهم فانهم عبادک، یعنی اگر که عذاب کنی ویها را ای الله، فانهم عبادک، پس هر آینه ویها بندگانی تو هستند ای الله. و این تغفر، ای الله اگر که مغفرت کنی لهم ویها را، و این تغفر لهم، و اگر که مغفرت کنی ویها را، فانک انت العزیز الحکیم، پس هر آینه تو ای الله غالب و بسیار حکیم استی. عزیز یعنی غالب است که دیگر مغلوب نمی شود، الحکیم بسیار حکیم و بسیار گزارنده ای چیز در موضعش. پس میگه پس از خواندن این دو آیت فرفع یدیه و قال، و میگه برداشت دو دستش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت اللهم امتی امتی، ای بار الها امتم امتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یادی امتانش داره، بگیم به یادی امتانش رفت. و بکا، و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه گریه کرد بعد از اون که گفت اللهم امتی امتی. فقال الله عز وجل، پس میگه گفت الله عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد و ربک اعلم فسله ما یبکیه. پس میگه الله سبحانه و تعالی گفت یا جبریل، ای جبریل، اذهب الى محمد، برو به نزد محمد صلی الله علیه و سلم، و ربک اعلم، و پروردگار داناتر است. یعنی الله سبحانه و تعالی میداند که پیغمبر برای چی گریه دارد. و ربک اعلم، و پروردگار و حالی است، و در حالی که پروردگار تو داناتر است. فسله ما یبکیه، پس بپرس محمد صلی الله علیه و سلم رو که ما یبکیه، چی چیز او را میگریاند، یعنی چرا گریه میکند، سبب گریه کردن چی است. رفته از محمد صلی الله علیه و سلم بپرس، اما الله خودش و ربک اعلم داناتر است، میداند. فاتاه جبریل، پس میگه آمد جبرائیل علیه السلام نزد پیغمبر. فاتاه، پس آمد نزد وی، یعنی نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبرائیل. فاخبره، پس خبر داد رسول الله صلی الله علیه و سلم را. فاخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال، پس خبر داد وی را رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال، به آن چیزی که گفت. بما قال فاخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال و هو اعلم، یعنی که اونجایی که اللهم امتی امتی که رسول الله گفت همین قول میگه گفتک. و هو اعلم، و در حالی که الله داناتر است، یعنی الله او را میدونست که پیغمبر گفته که اللهم امتی امتی. فقال الله تعالی، پس گفت الله سبحانه و تعالی یا جبریل اذهب الى محمد فقل، ای جبریل برو نزد محمد صلی الله علیه و سلم، پس بگو که انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. انا سنرضیک یعنی که هر آینه ما بزودی تو را خوشنود و راضی میگردانیم. فی امتک یعنی درباره امتت، درباره امتت ما تو را خوشنود
و خرسند میگردونیم. ولا نسوءک و اندوهگین نمیکنیم تو را، یا ناراحت و غمگین نمیکنیم تو را سنوردیک یعنی خوشنود و راضی میگردونیم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. بعد از این حدیث 426 و عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال، از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که گفت كنت ردف النبی صلی الله علیه و سلم علی حمار فقال، بودم ردف النبی صلی الله علیه و سلم یعنی در پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، علی حمارین بر خر سوار بودیم. رسول الله از پیش میگاد و من از پشت با رسول الله به یک خر سوار بودیم. فقال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا معاذ هل تدری ما حق الله علی عباده، میگه گفت که ای معاذ آیا میدانی چیست حق الله تبارک و تعالی بالای بندگانش؟ آیا میدانی که الله بالای بنده چی حق دارد؟ و ما حق العباد علی الله، و چی حق دارد بنده بالای الله؟ یعنی حق بنده بالای الله، حق الله بالای بنده را میدانی چی است ای معاذ؟ قلت الله و رسوله اعلم، میگه گفتم که الله و رسولش داناتر است. قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فان حق الله علی العباد، پس هر آینه حق بندگان بالای حق الله تبارک و تعالی بالای بندگانش، یعنی حق الله سبحانه و تعالی است بر بندگان که ان یعبدوه، باید عبادت بکنن الله تبارک و تعالی رو، ولا یشرکو به شیئا، و شریک نیارند به الله سبحانه و تعالی چیزی رو، در بر الله سبحانه و تعالی چیزی رو شریک نیارند. و حق العباد علی الله ان لا يعذب من لا یشرک به شیئا، و حق بندگان بالای الله تبارک و تعالی همین است که ان لا يعذب من لا یشرک، باید عذاب نکند کسی را که شریک نیاورده است به الله چیزی رو. هر بنده ای که در بر الله شریک نمیآورد حقی بنده است که الله اون را باید عذابش نکند. این حق است که الله سبحانه و تعالی بر خودش لازم گردونده است برای بندگانش. فقلت یا رسول الله افلا ابشر الناس، پس معاذ بن جبل رضی الله عنه میگوید فقلت، پس میگه من گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، افلا ابشر الناس، آیا بشارت ندهم مردم را، آیا خبر نکنم از این خبری خوب و خوش مردم را؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که لا تبشرهم فیتکلوا، یعنی بشارت نده ویها را، این خبر خوش را به ویها را نرسون که فیتکلوا، پس ویها تکیه میکنن، یعنی که به این سخن تکیه میکنن، از عبادت، از سعی و کوشش و تلاش دور میمانن. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 427 و عن البراء بن عازب رضی الله عنهما، از براء بن عازب رضی الله عنهما روایت است عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند میگوید که رسول الله گفت که المسلم اذا سئل فی القبر یشهد ان لا اله الا الله، مسلمان، المسلم یعنی مسلمان، اذا سئل فی القبر، هنگامی که پرسیده شد در قبر، یشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدهد بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله، و ان محمدن رسول الله، و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است، یعنی و گواهی میدهد هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. فذلك قوله تعالی، پس همین میگه سخن الله سبحانه و تعالی هست. وقتی که همین شهادتی را میدهد، همین میگه طبق این سخن الله سبحانه و تعالی است که الله میگوید یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یثبت یعنی ثابت قدم میگرداند الله تبارک و تعالی، یثبت الله یعنی ثابت قدم، استوار، پابرجا میگرداند الله سبحانه و تعالی الذین، کسانی را که آمنو ایمان آوردند، کسانی را که ایمان آوردند ثابت چون میگرداند بچی، استوار و پابرجا میگرداند بچی، بالقول الثابتی، با قول استوار، با قول ثابت، فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ده هم در حیات دنیا و هم در آخرت.
در حیات دنیا او را ثابت قدم استوار میگرداند که در بر الله شریک نمی آورد، الله را به تنهایی عبادت میکند و فی الاخرت در آخرت هم ثابت قدمش میگرداند که در قبر اون را وقتی که میپرسند یشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، به همین گواهی میدهد، یعنی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید. همین یثبت الله الذين آمنوا میگه معناش همین است، هم در دنیا و هم در آخرت صاحبش را ثابت قدم و پابرجا و استوار میگرداند. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 428 و عن انس رضی الله عنه، از انس رضی الله عنه روایت است، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند، قال، رسول الله گفت که ان الکافر اذا عمل حسنه، هر آینه کافر وقتی که عمل میکند یک نیکویی، اذا عمل حسنه یعنی یک کاری نیک میکند، یک بگم صدقه میتید، یک کاری خوبی میکند، اطعم بها طعمه من الدنیا، الله سبحانه و تعالی اطعم یعنی اطعام کرده میشود، داده میشود، بها یعنی به سبب همین یک حسنه کردگیش، به سبب همین یک کار خوبی کردگیش، طعمه من الدنیا یعنی رزقی در دنیا، رزق از دنیا. کافر وقتی که عمل نیک میکند الله سبحانه و تعالی در عوض زود برای اون کافر رزق میدهد، یعنی در قبل اون با جای اون کاری کرده رزقش میدهد. و اما المؤمنو، و اما مؤمن، یعنی مؤمن وقتی که یک کاری خیر میکند، یک کاری نیک میکند، فإن الله تعالی یدخر له حسناتی فی الاخرة، پس هر آینه الله سبحانه و تعالی یدخر یعنی ذخیره میکند، له از برای همون مسلمان، حسناته نیکویایش را، فی الاخرة یعنی برای روز آخرت، برای روز آخرت الله سبحانه و تعالی نیکی های مؤمن را ذخیره میکند، نیکی های مؤمن را جمع میکند. و یعقبه رزقا فی الدنیا علی طاعته، و یعقبه یعنی از پشت این میدهد الله سبحانه و تعالی اون بنده را رزقا، رزق برای همین کار کردگی، کار خیری کردگیش، اولا الله این را ذخیره میکند بر روز قیامت، باز الله سبحانه و تعالی میدهد برای اون انسان رزق را در این دنیا علی طاعته، برای طاعتی کردهش، برای اطاعتی کردهش، برای سر فرو بردنش، الله سبحانه و تعالی برای اون رزق میدهد. اما کافر باشد از این روز قیامت محروم است، از اجر و پاداش روز قیامت. و فی روایتین، و در یک روایت دیگر آمدگی است، ان الله لا یظلم مؤمنا حسنه یعطى بها فی الدنیا، میگد هر آینه الله سبحانه و تعالی ظلم نمی کند مؤمن را، حسنتن یعنی که یک حسنه هم کردگی باشد، در مقابل یک حسنه، یعطى بها فی الدنیا میدهد الله سبحانه و تعالی به سبب همین یک حسنه کردگی در این دنیا، و یجزا بها فی الاخرة و جزا داده می شود به اون در آخرت. ان الله لا یظلم مؤمنا، الله سبحانه و تعالی ظلم نمی کند مؤمن را، حسنه یعنی که یک حسنه اش را داده می شود به سبب همین یک حسنه در دنیا، یعنی در دنیا الله سبحانه و تعالی رزقش می دهد، و یجزا بها فی الاخرة و پاداش داده می شود به سبب همین یک حسنه فی الاخرة در روز قیامت، در روز قیامت هم ثواب داده می شود. این حال مؤمن است. اما کافر چی؟ و اما الکافر، اما کافر ملعون، فیطعم بحسنات ما عمل لله تعالی فی الدنیا، پس داده می شود به سبب همون نیکی های کردگیش، نیکی های کی؟ بحسنات ما، به سبب نیکی های کی؟ عمل لله انجام دادگی است برای الله تبارک و تعالی فی دنیا، در این دنیا، یعنی در این دنیا اگه کم بغل دستش گرفته است، کسی را از محبس آزاد کرده است، کسی را بگیم یاردم و کمکش رسیدگی است، الله سبحانه و تعالی برای اون میدهد در این دنیا، یعنی بگیم مال دنیا را میدهد. حتی اذا افضى الى الاخره، حتی وقتی که انتهى الى الاخره، یعنی که اون انسان رفت بر روز قیامت، در روز قیامت که رفت نزد الله سبحانه و تعالی، لم یکن له حسنه یجزا بها،
نمی باشد برای اون کافر حسنه ای که یجزا بها پاداش داده شد به سبب اون حسنش. یعنی که اون کافر دیگر در روز قیامت پاداش ندارد، عمل نیکی ندارد، زیرا که الله در عوض عمل نیکش در این دنیا پاداش داد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. اما حدیث داریم هر کسی، هر کافر کاری خیر میکند، کاری نیک میکند، بعد مسلمان میشود، الله تبارک و تعالی اون کارهای نیک و خیری که انجام دادگی بود حسنات براش میدهد اگر که مسلمان شود. اما مسلمان نشود محروم است از اون حسنات. رواه مسلمین، حدیث را امام مسلم روایت کرده است. خب حدیث 429 و عن جابر رضی الله عنه قال، از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل الصلوات الخمس، یعنی مثال نمازهای پنجگانه، کمثل نهر جار غمر علی باب احدکم، کمثل نهرین یعنی به مثل دریای هست، جارین اون دریا رفته ایستاده است، دریای جاری است، غمرین یعنی دریای بسیار است، دریای چه که بگیم میدک نه، دریای کلانی بگیم خیلی دریای رونده، علی باب احدکم یعنی در مقابل در یکی از شما، یعنی در روپرو، یعنی به نزد در یکی از شما، گویا که دریای گذشته است. یغتسل منه کل یوم 5 مرات، می شوید از همون آب دریا، یا که یغتسل غسل میکند، آبازی میکند از همون آب دریا، کل یوم هر روز 5 مرات 5 بار، هر روز 5 باری آبازی میکند. یعنی نمازهای پنجگانه به مثل همین است که گویا که یک دریای جاریه به نزد خانت میگذرد و هر روز 5 بار آبازی میکنی. یعنی که آیا یگان چرک، یگان غشدی در بدن انسان میموند؟ نمیماند. پس نمازهای پنجگانه همین طور سبب بخشش گناهان میگردد، گناهان صغیره البته، زیرا اینکه گناهان کبیره احتیاج به توبه دارد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. حدیث 430 و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا، ما من رجل نیست مردی مسلمانه، ما من رجل مسلمین نیست مردی مسلمانه، یموت میمیرد، فیقوم علی جنازته پس میستند در نماز جنازه اش 40 رجلا 40 مرد، یعنی 40 مرد میاد اون انسان رو نماز جنازه میخواند، لا یشرکون بالله شیئا، شریک نمی آرن همون 40 نفر به الله چیزی را. یعنی 40 نفر می آید نماز جنازه کسی را میخواند که در بر الله شریک آوردگی نیست، الا شفعهم الله فیه، مگر این که قبول میکند الله تبارک و تعالی شفاعت همون 40 نفر را، فیه یعنی درباره همون مردگی، همون مسلمان، مرد مسلمانه. اینجا در مرد مسلمان یک فرق نداره، مرد مسلمان یا زن مسلمان وقتی که میمیرد 40 کس نماز جنازه اش میخواند، همون 40 نفر اگر درباره الله شریک نآورده باشند، الله تبارک و تعالی شفاعت اون 40 نفر را قبول میکند. شفاعت یعنی چه؟ در نماز جنازه دعا میکند که الله این بنده‌ات را ببخشود، قبرش رو پر نور بگردان. خلاصه همین دعای اون را قبول میکنند و شفاعتشان را الله سبحانه و تعالی قبول میکند. فیه یعنی در حق همین انسان مردگی، چه مرد باشه چه زن، در حقش، در حق همین میت، یعنی الله سبحانه و تعالی شفاعتشان قبول میکرده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. خب بعد از این حدیث 431 اینش انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.